قرآن تا خوشالی دیگ دی ددوارو جہانو کامیابی دیگ دی رازاراش قرآن تا خوشالی دیگ دی ددوارو جہانو کامیابی دیگ دی دسلو سرنز دیکلا دا اللہ عظیم کتابا خکار استاد منی قربانی دیگ دی ددوارو جہانو کامیابی دیگ دی عمل پا قرآن کلا مسلمان پا دنیا کی خواهشاً درب مکاتب و همچنان پانتون ها را باز بکنه بر روی دختران دنیا کی دوران باغچی میں تازہ گئی دیگ دی ددوارو جہانو کامیابی دیگ دی رازاراش قرآن تا خوشالی دیگ دی به تعداد 180 نفر است که 20 نفرش ذکور است، باقی مانده 160 نفر است طبقه ایناس است از سنین مختلف، اطفال و نوجوانان و جوانان و کهنسالان. زمان تبارد صراط مستقیم وگران طریق دا زندگی دیگ دی خواستم همی است از امارت اسلامی که دختران را بگذارند تا به تحصیلشون ادامه بدهند. من خوال پا دنیا باندی قرآن قانون دی قرآن من خوال پا دنیا باندی قانون دی قرآن زنجیر دا غلامی زنجیر دا غلامینا آزادی دیگ دی زنجیر دا غلامینا آزادی دیگ دی ددوارو جہانو کامیابی دیگ دی ورازاراش قرآن تا زاراش قرآن تا خوشالی دیگ دی ددوارو جہانو کامیابی دیگ دی. امروز با مناسبت دومین دور فراغت دانش آموزان مراکز آموزشی علوم اسلامی تسنیم نصرت بوده که خودم شخصا در بخش تجوید تحصیل کردیم، آموزش دیدیم و از بخش تجوید فارغ شدیم. خواستم از نهادهای اسلامی است که در این راه اسلام، راه دعوت، راه آموزش دختران تمامی جوانان به خصوص دختران سعی تلاش بکنند تا باشد که حداقل نیم قشری از جامعه بتونه پیشرفت بکنه و به حق و حقوقشان دست پیدا بکنه. خواستم از امارت اسلامی است که خواهشاً درب مکاتب و همچنان پانتون ها را باز بکنه بر روی دختران و همچنان مراکز آموزشی اسلامی همچون مراکز را باید تشویق بکنن، حمایت بکنن تا بیشتر و بیشتر پیشرفت بکنه. زیاد خوشحال هستم که فارغ شدم و اساتیدش بسیار اگر اساتید فوق العاده بودن، درسشون فوق العاده بود. بسیار خوشحال هستم که امروز در اینجا تشریف دارم. خواستم همی است از امارت اسلامی که دختران را بگذارند تا به تحصیلشون ادامه بدهند. به تعداد 180 نفر است که 20 نفرش ذکور است، باقی مانده 160 نفر از طبقه ایناس است از سنین مختلف، اطفال و نوجوانان و جوانان و کهنسالان. ما خود تصمیم برمی است شما شاید پرسان بکنه که تعداد مشترکین طبقه خارا زیادتر است، به خاطر ازی که اینا تربیت اینها یا آموزش به اینها تربیت یک نسل است. اما تصمیم برمی است که اینا دمی برنامه‌ای که فعلا الحمدلله برشون فعال است و میتونن از استفاده بکنن، ما این رشد بدیم و تا اینا به رشد برسن ان شاء الله. ما گفتنی مایی است کسایی که صدای ما را میشنون
فعلا دروازه مراکز که برای بخش خواهرها فعال هستند، در هر موقعیتی که هستند اونا مراجعه بکنن، ناامیدی و یأس را در خود نتن، اونا حرکت بکنن به طرف دروازه مراکز و تا زمانی که نفس در درون دارن اینا به طرف علم و در پی علم باشن که انشالله موفقیت دنیا و آخرت در علم و خواندن و اقرا است. به 1.5 سال که ما اینجا درس خواندیم و تجوید در ظرف 6 ماه ما فارغ شدیم. اذكروا الله ذكرا كثيرا يا هو الذي يصلي عليكم وملائكته هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام تحيتهم يوم يلقونه سلام تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كبيرا صدق الله